همونطور که دارم ویدیوشو میبینم خودم فکر میکنم این چه ترند مسخره که راه افتاده. مردم میرن کاسکو بعد خریداشونو به ما نشون میدن. چرا فکر میکنن دیدن خریدای کاسکو اینا برای ما جالب باشه؟ چه اهمیتی داره آخه؟ مثلا تو ایران که بودیم کی تا حالا اومده ویدیو بذاره خریدای تره بارشو نشون بده؟ امروز 1 کیلو گوجه خریدم، 2 کیلو سیب خریدم. خب چیکار کنم؟ بعد تازه هر سری قور میزنن که ادیت این ویدیوها کلی وقت میگیره. چیکار میکنی مگه؟ 4 تا دیگه ویدیو رو کنار هم دیگه میچسبونی، کار خفنی که نمیکنی. مثلا به ما چرا قور میزنی؟ خب نکن اگه دوست نداری. همینطور که به اینا فکر میکنم تا آخر ویدیوشو میبینم. میدونم که اگه بازم ویدیو بذاره میبینم. شاید دوست دارم خودم آزار بدم، شایدم نه، واقعا ویدیوش جذابه. همیشه خدا تو زندگیم ترسم همین بود. ترسم این بود که وقتی فکر میکنم دارم یه کار خفن میکنم یا با چیزی که درست کردم خیلی حال میکنم، این توهم ذهنم باشه. یعنی من اینطوری فکر میکنم ولی در واقع اینطوری نیست. مثلا همین خانومه که خریدای کاسکوشو نشون میده، حتما فکر میکنه کانتنتش خیلی جالبه دیگه. حتی مردم هم براش مینویسن که وای دلمون برات تنگ شده، یا اینکه کاش بیشتر ویدیو بذاری. فکر میکنه که خیلی جالبه محتواش، ولی خب اینطوری نیست که. شاید هم هست و من خیلی سختگیرم. یا مثلا اینایی که کلیپ سمی اینستاگرام میسازن با آگاهی میسازن، یعنی میدونن کارشون از نظر کیفیت حداقل خیلی خوب نیست. مثلا ایرج ملکی یا اون آقایی که موهاشو شمیرنگ میکنه هیچ وقت هم تو کلیپاش حرف نمیزنه، اینا میدونن کارشون خیلی بده یا به ذهن خودشون هنرمند و خلاقن. من سخیرم. یعنی این فکر را خیلی وقت جلو میگرفته تو زندگی. از اینکه مسخره مردم بشم همیشه ترسیدم. همینم باعث شده خیلی وقتا اصلا هیچ کاری نکنم. نمیدونم واقعا من سخیرم یا اینکه درستش اینه. اصلا آدم باید سخیر باشه. ایران که بودم یه بار زنگ زدم داروخونه، می‌خواستم ببینم داروم آماده است یا نه. و خانم پشت خط ازم پرسید فامیلی چیه؟ گفتم خستوان. گفت دقیقه پشت خط بمونین. بعد نمیدونم یادش رفت جلو گوشی رو بگیره یا شایدم خوب نپوشوندتش. هر جوری بود که شنیدم. به همکارش گفت میگی فامیلیش خستوانه، این دیگه چه فامیلیه؟ بعدم با هم خندیدن. نه که به من بخندن ها، به فامیلی میخندیدن. بعد 2 دقیقه اومد گفت داروم آماده است. من هیچی نگفتم، تشکر کردم و قطع کردم. ولی بعدش نشستم کل گریه کردم. نه که دست خودم باشه، ولی همیشه از اینکه مسخره بشم دردم میگرفت. اصلا میکنم خورد میشم با اینکه نقشم توش نداشتم. یکی هم نبود بگی بابا تو 20 سالت نخر شدی، نخه گریه داره. مامانم احتمالا بهم گفته چرا، ولی احتمالا من بیشتر گریه کردم که مامانم اصلا نمیفهمه من چی میگم یا درکم نمیکنه. اینجا که اومدم کمتر حرف زدم از ترس اینکه مسخره شم. همین ویدیوهایی هم که الان میذارم همیشه یه ترسی باهامه که مسخره است. ولی بعد یه صدای بهم میگه نیلو خره بابا، کسی قرار نیست اینا رو ببینه. نمیدونم، شاید واقعا من آدم سختگیریم. Yeah, Cloud, but your tribe has everything. It's not about the tribe. It's about you. About who you are. You haven't accepted any part of yourself. And until you do, happiness will always be a stranger to you. If you don't love yourself, if you don't love your own blood, no one can love you.